سلام، من مریم امیری هستم و اینجا کانال آشپزی خودتونه. خوش اومدین دوستان. امروز میخوایم در مدرسه آشپزیمون یک کوفته مرغ خیلی خوشمزه رو با هم درست کنیم. یک کوفته مرغی که خیلی درخواست شده بود که این کوفته رو آموزش بدیم. کوفته‌ای که گوشت قرمز نداره، بافتش عالی و فوق‌العاده است و بسیار عالی برای مهمونی ها و یا برای وعده های غذایی خودتون. از این سس هم من بریزم روش. راستی راجع به سسش یادم رفت بهتون بگم، یه سس زرشک و زعفرونه، یه سس کاملا ملس با یه طعم خاص و کاملا بدون رب. این کوفته رو از دست ندید، بهتون قول میدم که عاشقش میشید. برای درست کردن این کوفته خوشمزه اول از همه اینو بگم خیلی راحت درست میشه و احتمال وارفتنش و اینها خیلی کمه. جزء کوفته های فوری هم هست، زودم درست میشه. اول از همه ما احتیاج داریم به یک پیمانه لپه پخته شده بدون آب. ببینید هیچ آبی نباید داشته باشه. حالا برای اینکه یک پیمانه لپه پخته شده داشته باشیم باید نصف پیمانه سرپر لپه خشک رو اندازه گیری کنید. حدود 2 ساعت بذارید تو آب خیس بمونه و بعد بذارید لپه بپزه. در حین پختم هیچ چیزی لازم نیست بهش اضافه کنیم، چون الان توی این مرحله ما طعم‌سازی رو میخوایم انجام بدیم. بعد از اینکه لپه پخته شد باید بریزید تو صافی، آبش کاملا بره و حالا ما یک پیمانه از این لپه احتیاج داریم. لپه رو میریزیم داخل هر وسیله‌ای که بتونیم باهاش این رو کاملا به صورت له و پوره و یا چرخ کرده در بیاریم. حالا هم میتونید از غذاساز استفاده کنید، هم میتونید از چرخ گوشت استفاده کنید. خب لپه رو میریزیم و بعد بهش پیاز رو اضافه میکنیم. 2 تا دونه پیاز داریم، 2 تا پیاز متوسط استفاده کنید و یا اینکه میتونید یه دونه پیاز بزرگ هم میتونید استفاده کنید. پیاز رو یه ذره تیکه میکنیم و باز داخل چرخ گوش یا غذاساز میریزیم هر 2 تا پیاز رو. نیازی به آب گرفتن پیاز هم نداریم. خب و بعد از پیازها سیر هم اضافه میکنیم. اندازه سیر رو طبق ذائقه‌تون میتونید یه ذره کمتر کنید، یعنی بین 1 حبه تا 3 حبه سیر میشه استفاده کنید. حالا این چون خیلی کوچولو بود من 2 تاشو یه دونه حساب کردم. سیر رو هم اضافه میکنم. بعد از اضافه کردن سیر باید مرغ هم اضافه بشه، اما حالا من فعلا اینها رو با هم یه مقدار میکس بکنم، یه کمی اینا له بشن و بعد مرغ رو اضافه میکنم. خب ببینید کاملا باید له بشه. حالا ببینیم من یه مقدار اینها رو مخلوط کنم. خب یه مقدار اون لپه هایی که رو اطراف باقی موندن رو میارم وسط. خب حالا که این کار کردم تو این مرحله میام و بهش مرغم اضافه میکنم. این تخته رو بذارم کنار و اینجا تیکه های مرغ بی استخون. ببینید دوستان، مرغی که استفاده میکنید هم میتونه رون باشه هم سینه مرغ باشه، بستگی داره شما دوست داشته باشید که کوفتتون نرمتر و چربتر باشه یا خشکتر. خب من از سینه مرغ استفاده کردم. تیکه های مرغ رو یه ذره کوچیکتر میکنم و اضافه میکنم به بقیه مواد. به این صورت آب پیاز و اینها هم به خوردش میره و فوق‌العاده خوشمزه میشه. خب من دستمو بشورم که زدم به مرغ و بعد بیایم ادامهش رو انجام بدیم. یه کمی جعفری رو هم بهش اضافه میکنیم. ما تقریبا حدود 1 پیمانه جعفری احتیاج داریم. یه مقدارش رو الان میریزم جعفری رو، یه کم که اینها با هم میکس شدن بعد دوباره یه مقدار دیگه جعفری رو بهش اضافه میکنم. ببینید حالا دوباره یه مقدار دیگه جعفری اضافه میکنم. مجموعاً حدود 1 پیمانه جعفری باید اضافه بشه.
باز دوباره اینو با هم میکس میکنیم. خب و حالا تمام این مواد خوب با هم دیگه میکس شدن. حالا باید این مواد میکس شده رو منتقل کنیم به یک کاسه، یا اینکه اگر کاسه دستگاهتون بزرگه توی همون کاسه بمونه و بقیه مواد رو بهش اضافه کنیم. بقیه موادمون تخم مرغ و آرد سوخاریه به اضافه ادویه هامون. حالا من چون کاسه دستگاهم یه مقدار کوچیکه منتقلش میکنم به یک کاسه بزرگتر. کاملا باید مواد حسابی له شده باشن توی این مرحله. جعفری، مرغ، پیاز و لپه پخته شده بودن اینا. خب من اینو خالی کنم حالا داخل این کاسه. خب و این مواد ببینید الان بدون اینکه بهش تخم مرغ و آرد و اینها زده باشیم کاملا انسجام داره و از مدل خالی شدنش از داخل این کاسه کاملا مشخص بود. خب حالا توی این مرحله میایم اولین کاری که میکنیم 2 تا تخم مرغ داریم که 2 تا تخم مرغ رو به صورت کامل به موادمون اضافه میکنیم. تخم مرغ اول و اینم تخم مرغ دوم. خب فلفل سیاه داریم، همون لحظه فلفل رو آسیاب میکنیم که عطر و بوش بیشتر باشه. از فلفل پودر شده هم میتونید استفاده کنید ولی خب اینجوری عطر و طعمش بیشتره. بعد نمک بهش اضافه میکنیم به همین صورت و ادویه اصلی این کوفتمون پودر تخم گشنیزه که حدود 1 قاشق چای خوریم تقریبا من از این میریزم. و مرحله بعد اضافه کردن آرد سوخاریه. ببینین آرد سوخاری رو با توجه به اینکه از کدوم قسمت مرغ استفاده کردین اندازه مصرفش متفاوت میشه. یعنی اگر سینه مرغ استفاده کرده باشین حدوداً 1/2 پیمانه آرد سوخاری نیازه، ولی اگر از رون مرغ استفاده کرده باشید بیشتر از 1 پیمانه نیاز میشه. پس ما در ابتدا 1/2 پیمانه آرد سوخاری رو اضافه میکنیم به موادمون. بعد شروع میکنیم این رو مخلوط میکنیم کاملا. زمانی که مخلوط کردیم اگر احساس کردید موادتون شله یه مقدار دیگه آرد سوخاری رو بیشتر اضافه کنید. ممکنم هست با همین 1/2 پیمانه کاملا اندازه باشه و مواد قشنگ جمع بشه و خودشو بگیره. خب ببینید الان پیداست که من یک کمی دیگه باید اضافه کنم. اینم یه مقدار دیگه و باز مخلوط میکنیم. تقریبا دیگه الان خوبه. خب ببینین الان انسجام لازم رو به دست آورد و این غلظت و این انسجام رو داره. البته دوستان زمانی که آرد سوخاری رو اولش تازه اضافه میکنین ممکنه به نظر برسه که خمیرتون هنوز شله، ولی وقتی میذارید بمونه بعداً خودش رو میگیره و سفت میشه. من اینو کاسه‌ش رو عوض میکنم توی کاسه تمیز به این صورت قرارش میدم و روشو با سلفون یا با نایلون میپوشونیم و میذاریم داخل یخچال حدود 2 تا 3 ساعت بمونه. اگر که خیلی عجله داشتید و زمان استراحت دادن به این خمیر داخل یخچال رو نداشتید همین لحظه هم میتونید فرمش بدید و آمادش بکنید، ولی خب به هر حال اگر که بمونه توی یخچال خیلی خیلی کیفیت بهتری رو پیدا میکنه. خب حالا تو این فاصله استراحت هم کرد مواد. میخوایم سوسی رو درست کنیم که کوفتمون قراره داخلش بپزه. یه سس کاملا متفاوت با تمام کوفته ها هست. اول کره رو میذاریم ذوب بشه. همینطور که کره داره ذوب میشه ما حدود 3 تا قاشق شکر رو هم بهش اضافه میکنیم. اصلا این کوفته شیرین نمیشه با وجود اینکه شکر داره. من فکر کنم 3 تا قاشق رو کامل نریختم هنوز.
خب اصلا شیرین نمیشه، به این دلیل که این سوسی که درست میکنیم سس زرشک و شکر هست. خب یه مقدار دیگه باید منتظر بمونیم تا کره کاملا ذوب بشه. همینطور که کره داره ذوب میشه، حالا ما بهش زرشک رو هم اضافه میکنیم. زرشک رو هم یک کمی تفت میدیم. حواستون باشه که زرشک خیلی زود میسوزه و نباید زیاد روی حرارت بمونه. حالا بهش زعفرون فراوون اضافه میکنیم و بعد از زعفرونم آب اضافه میشه. خب دوستان، حالا آب رو هم اضافه کردیم. یه مقدار خیلی کم نمک و فلفل هم میزنم بهش و دیگه منتظر میمونیم تا جوش بیاد. اول نمک رو زیاد نزنید. طعم اصلی این سس ترش و شیرینه، یعنی ما شیرینی شکر رو داریم داخلش، ترشی زرشک رو داریم. آخر کارم برای اینکه قشنگ این طعم رو تکمیل بکنیم چند قطره آب لیمو ترش تازه بهش میزنیم. و حالا موقع پختن کوفته هامون میشه. مواد رو که داخل یخچال گذاشتیم درشون میاریم و توی دست یه مقدار ازش بردارید به اندازه تقریباً یک پرتقال یا حالا نسبتاً یه پرتقال درشتر. مواد رو کاملا تو دستتون فرم بدین، چند بار به این صورت ضربه بزنید تا کاملا منسجم بشه. آروم آروم گردش بکنید و بندازید داخل سسی که در حال جوشیدنه. ببینید اگر درزی چیزی اینجا هست، اینها رو با ماساژ سعی کنید که از بین ببریدشون. خب و کوفته میره داخل سس. به همین شکل همه کوفته ها رو آماده میکنیم و میپزیم. فقط زمانی که کوفته رو داخل سس قرار دادیم بهتره که با یه ملاقه به این صورت روی کوفته رو هم آروم آروم از این سس یا آب در حال جوش بریزید. دائمی نه، ولی گهگاهی لازمه که این کار انجام بشه. کوفته بعدی دوباره قشنگ گردش میکنم و این رو هم اضافه میکنم بهش. خب ببینید اینم کوفته آخر. دوستان با این مقدار موادی که خدمتتون عرض کردم 5 تا کوفته نسبتاً بزرگ داریم و به نظر من این غذا، این مواد میتونه تقریباً برای 4 تا 5 نفر مناسب باشه. حالا دیگه باید در ظرفمون رو ببندیم، حرارت رو کم بکنیم و بذاریم که آروم آروم کوفته ها بپزن. بیشتر از 1 ساعت هم زمان پخت کوفتمون طول نمیکشه، چون لپه‌ای که داخلش هست که کاملا پخته شده هست و مرغم که خیلی با حرارت کم و خیلی زود توی 1 ساعت قطعاً پخته شده. درشو بذاریم حرارت رو کم کنیم، بریم تا 1 ساعت دیگه. بعد از 1 ساعت ببینیم چه اتفاقی افتاده، چه خبره. ببینید دیگه سس قشنگ غلیظ شده. ما کوفته ها رو یه بار حالا آروم برشون میگردونیم تا این طرفش هم آغشته بشه به سس و رنگ زعفرون و سس رو به خودش بگیره. تقریبا 5 دقیقه آخر دیگه این کار رو بکنید. حتما کوفته ها رو برگردونید، چون همونطور که دیدید اختلاف رنگ بالای کوفته ها با پایینش خیلی فرق میکنه. باید برگردونید که این طرف هم خوش رنگ بشه. خب از اونجایی که این کوفته هامون شکر داشت سسمون، برای اینکه میخوایم زیاد شیرین نشه حتما باید ما توی این مرحله آب لیمو ترش تازه رو بهش اضافه کنیم. یه دونه لیمو ترش رو به صورت کامل آبش رو میچکونیم. این نصفش بود. اگر خیلی لیمو ترشی که استفاده میکنیم پر آب بود میتونید کمتر بریزید و یا اینکه در حقیقت این طعم ملس این سس رو خودتون با توجه به ذائقه‌تون میتونید یه ذره تنظیم بکنید. خب
یه ذره اینا رو حرکت بدم و بعد دیگه تقریبا میتونم بگم که 2-3 دقیقه دیگه خاموشش میکنم. کوفته ها رو خاموششون کردم و بیارم اینجا. حسابی هم که داغه. خب حالا این کوفته ها رو داخل ظرفی که برای سرو و پذیرایی میخوایم قرارشون میدیم و حتما سطحش رو خلال پسته میریزیم، چون خیلی با خلال پسته هم زیباتر میشن و هم خوشمزه تر. از این سوسی هم که داریم میریزیم روی کوفته ها. دوستان همونطوری که خدمتتون عرض کردم، این کوفته برای کسانی که پرهیز دارن و میخوان غذای خیلی چرب نخورن و یا اینکه گوشت قرمز نمیخوان مصرف بکنن، این کوفته فوق‌العاده است. و به همین صورت یک مقدار هم خلال پسته و دیگه کوفتمون آماده است. امیدوارم که دوستان لذت برده باشید از این آموزش. حتما درستش بکنین، چون مطمئنم که فوق‌العاده میشه و قطعا خوشتون میاد ازش و میشه جزو غذاهای پای ثابتتون.